تا حالا شده به این فکر کنید که ما هر روز از چه تکنولوژی‌های باور نکردنی استفاده می‌کنیم؟ ما در عرض چند ثانیه به اون سر دنیا پیام می‌فرستیم. با آدم‌هایی که کیلومترها از ما دور هستند، انگار که توی اتاق کناری هستند، تماس می‌گیریم. حتی از تلفن‌هایمان برای پیدا کردن مسیر برگشت به خانه استفاده می‌کنیم. چطور همه اینها ممکن است؟ جواب این سوال در ترکیب شگفت‌انگیز شبکه‌های نامرئی، دکل‌های بلند مخابراتی و حتی چیزهایی که در بالای سرمان در فضا می‌چرخند نهفته است. این فناوری‌ها ممکن است جادویی به نظر برسند، اما می‌توان آنها را با شگفتی‌های علم توضیح داد. با من در سفری همراه باشید تا رازهای پشت توانایی تلفن شما برای اتصال به جهان را کشف کنیم. ما به کاوش در بزرگراه‌های نامرئی اینترنت، نحوه کار پیچیده تماس‌های تلفنی و نقش مهم آن نگهبانان خاموش فضا یعنی ماهواره‌ها خواهیم پرداخت. آماده باشید تا در حین رمزگشایی از فناوری که به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شده است شگفت زده شوید. بیایید شروع کنیم. بزرگراه‌های نامرئی را تصور کنید که در سراسر سیاره ما کشیده شدند. اینها مسیرهای اینترنت هستند که اطلاعات را با سرعت نور حمل می‌کنند. اما تلفن شما چگونه به این شبکه نامرئی متصل می‌شود؟ پاسخ امواج رادیویی است. وقتی با تلفن خود در اینترنت می‌گردید، به دکل مخابراتی نزدیک خود متصل می‌شوید. این دکل‌ها مانند آنتن‌های قدرتمندی هستند که سیگنال‌های رادیویی را ارسال و دریافت می‌کنند. تلفن شما درخواست‌هایی را برای اطلاعات مانند بارگیری یک صفحه وب یا ارسال پیام از طریق این امواج رادیویی به دکل ارسال می‌کند. سپس دکل این اطلاعات را از طریق شبکه پیچیده‌ای از کابل‌ها و اتصالات به اینترنت گسترده‌تر ارسال می‌کند. داده‌های درخواستی مانند صفحه وبی که می‌خواهید ببینید از طریق دکل به تلفن شما باز می‌گردند، دوباره با استفاده از امواج رادیویی. همه اینها در یک چشم به هم زدن اتفاق می‌افتد، طوری که انگار جادو شده است. تا حالا به این فکر کردید که صداتون چطوری از طریق هوا به گوش کسی که کیلومترها دورتر میرسه؟ این یک فرایند قابل توجه است که به آن امواج رادیویی نامرئی و دکل‌های مخابراتی متکی است. وقتی با تلفن خود صحبت می‌کنید، صدای شما به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌شود. سپس این سیگنال‌ها به صورت امواج رادیویی به نزدیکترین دکل مخابراتی ارسال می‌شوند. دکل مانند یک ایستگاه رله عمل می‌کند و سیگنال‌های صوتی شما را از طریق شبکه وسیعی از مراکز تلفن ارسال می‌کنند. این مراکز مانند تابلوهای سویچ غول پیکر هستند که تماس‌ها را از سراسر جهان به هم متصل می‌کنند. آنها سریع‌ترین مسیر را برای اتصال تماس شما به تلفن گیرنده پیدا می‌کنند که ممکن است به دکلی در کیلومترها دورتر متصل باشد. تلفن گیرنده سیگنال‌ها را دوباره به صدای قابل شنیدن تبدیل می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که با کسی که در دور دست است، گویی درست در کنارتان است، صحبت کنید. آسمانی پر از یاور، پرده برداری از دنیای ماهواره‌ها. در بالای زمین صورت فلکی از ماهواره‌ها به طور خاموش در حال چرخش هستند و نقش حیاتی در ارتباطات جهانی ایفا می‌کنند. این قمرهای مصنوعی در اشکال و اندازه‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام وظیفه خاصی دارند. برخی از ماهواره‌ها برای ارتباطات طراحی شده‌اند و سیگنال‌های تلویزیون، اینترنت و تماس‌های تلفنی را در فواصل وسیع رله می‌کنند. برخی دیگر ماهواره‌های ناوبری هستند، مانند آنهایی که برای GPS استفاده می‌شوند و به ما کمک می‌کنند تا مسیر خود را پیدا کنیم. همچنین ماهواره‌های رست زمین وجود دارند که دائما سیاره ما را زیر نظر دارند و اطلاعات ارزشمندی در مورد الگوهای آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی و حتی کمک به پیشبینی بلایای طبیعی ارائه می‌دهند. ماهواره‌ها مانند چشم و گوش ما در فضا هستند که دائما جهان ما را مشاهده می‌کنند و به شیوه‌هایی که ما اغلب آنها را بدیهی می‌دانیم به هم متصل می‌کنند. زمزمه‌هایی از فضا ماهواره‌ها چگونه سیگنال ارسال می‌کنند؟ ماهواره‌ها ممکن است میلیون‌ها کیلومتر دورتر باشند، اما با استفاده از همان اصل تلفن شما یعنی امواج رادیویی با زمین ارتباط برقرار می‌کنند.
هر ماهواره به آنتن‌های قدرتمندی مجهز است که سیگنال‌ها را ارسال و دریافت می‌کنند. هنگامی که یک ماهواره سیگنالی را از زمین دریافت می‌کند، مانند پخش تلویزیونی یا داده‌های اینترنتی، سیگنال را تقویت کرده و آن را به مکان دیگری در زمین باز می‌گرداند. این امر امکان ارتباط از راه دور را فراهم می‌کند که با سیستم‌های زمینی به تنهایی امکان پذیر نخواهد بود. دفعه بعد که یک پخش زنده را از کشور دیگری تماشا می‌کنید یا از GPS تلفن خود استفاده می‌کنید، اسپ‌های کاری خاموشی را که در بالا می‌چرخند و به طور مداوم اطلاعات را رله می‌کنند تا ما را متصل نگه دارند به خاطر بسپارید. به کاوش در کیهان دانش ادامه دهید. ما فقط سطح فناوری‌های باورنکردنی را که جهان ما را به هم متصل می‌کنند خراشیده‌ایم. از مسیرهای نامرئی اینترنت گرفته تا سمفونی خاموش ماهواره‌ها در فضا، چیزهای بیشتری برای کشف وجود دارد. این سفر به دنیای فناوری تازه آغاز راه است. به پرسیدن سوالات ادامه دهید، به کاوش ادامه دهید و هرگز از کنجکاوی در مورد دنیای اطرافتان دست براندارید. برای کاوش عمیق‌تر در شگفتی‌های کیهان و فراتر از آن در کانال ما